پرس. فلان کشور کجاست؟ در جنوب پرس. یعنی این پرس. آها، باز میخواستی بری سراغ توهمات پارسی و تمدنه اینجا رو پل کنی و برای خودت گذشته بسازی. متاسفم. آها، این فارسی میخواست برای خودش گذشته بسازه. قزنفر تو حواس جمع بود. مچ اینه گرفتی سر بزنگو. آفرین. شما 10 کلمه 5 کلمه مثل قاشق، چنگال، بشقاب، یار، تار، اجاق، اتاق، چکش، تیشه، چکمه، هیچ کدوم اینها رو ندارید که بگید تمدن سازی کردیم با این هویت پارسی. راست میگی، ما اصلا این کلمات رو نداشتیم. اینا اومدن به ما این کلمات رو دادن. ما مثلا تو خیابون ما ایرانی‌ها صحبت می‌کردیم، مثلا میگفت ترک‌ها اومدن گفتن آقا اینی که میگیریم باش غذا می‌خوریم بیل نیستش، اسمش گاشوگ. یا اونی که چراغش اینطوری میچرخی آژیر میزنه اسمش قانقلانسی. چرا این هویت پارسی جعلیه؟ هویت پارسی جعلیه؟ الله اکبر. تو که خیلی احترام میذاری به مدنیتمون، چرا پارس انگلیسی گریک شده فارس رو میاری تو زبان؟ اینجایی که من مشکل دارم، من گیجی کردی. این پارس مال انگلیس ها بوده که گیری شده فارسی. آره، و ربطی به گیری نداشته که عرب مثلا پی نداشته پارس گفته فارس. آره، خیلی اهمیت میدی به ریشه ها. بگو فارس که عربی بودنش هم بیاد به میون. فارس ابن ماسور ریشه نامگذاری منطقه فارسه و ربطی نداره به ملت فارسی که وجود نداره. ربطی نداره که اگه وجود داشت. راست میگیم، فارسی اصلا وجود نداشته که اگه وجود داشت که الان قزنفر مثلا ترکی صحبت نمیکرد که فارسی صحبت میکرد ما بفهم. متوجه شدین؟ وجود برابر ساخت تمدنه. باید اول وجود داشته باشی که تمدن بده. بعد که تمدن ساختی یه سری چیزا ازش باقی میمونه، مثل کلمات. آها، راست میگیم، ما اصلا وجود نداشتیم که بخوایم تمدن بسازیم. اینا اومدن، اینا و عرب، این ترکا و عربا اومدن مسجد ساختن با میناره که مهمترین اونها هستن. کلمات تمدنی اگه نداری، اتاق، خانه، سرای، سکو، قالی، فرش، تمام اینها کلمات تمدنی اگه نداری دیگه اینجوری نباید صحبت بکنی. من دیگه چه بانم، اگه دیگه اینجوری نباید، اگه نداری اینجوری نباید صحبت بکنی. چجوری باید صحبت بکنی؟ اینجوری رجب طیب اردوگانی صحبت بکنی. آره قزنفر، بگی که آقا اینجا بله بین النهرین بوده، ترک و عرب از اینجا شجره دارن و تمدن دنیا رو اینها ساختن. من در هویت پارسی 10 کلمه ندارم، پس نباید ادعا بکنم. ما کلمات نداشتیم، پس تمدن دنیا رو شما ساختین با عربا، پس خط ندارین که اینجوری می نویسین.